هزارها نورسان تاجیک در عرصه بین المللی در المپیادهای گوناگون اشتراک نموده سزاوار جایهای نمونوی گشته ایستادند و در برابر پسر بچه ها دختران هم در این گونه المپیاده ها اشتراک می نمایند. سلام تماشابینان گرامی، برنامه نوبتی افتخار است منظور شما. قهرمان امروزه ما دخترک است که الکی در سطح بین المللی چندین مرتبه در آزمون ها اشتراک نموده سزاوار جایهای نمونوی گشته است. سرویناز میرویسова 21 марти соли 2004 ба дунё омадааст. айни замон хонандаи синфи нуҳуми литсеи рақами 2 шаҳри душанбе мебошад. илова бар ин аъзои академияи хурди илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон низ ба ҳисоб меравад. дар чандин олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок намуда ҷойҳои сазоворо низ ишғол намудааст. سرویناز شما رو به برنامه افتخار خوش آمدید میگویم. تشکر زیاد. من از اول میخواستم که در این برنامه اشتراک کنم زیرا قهرمانان اساسی این برنامه شخصانی لیاقتمند و با استعداد میباشند. من از اول میخواستم اشتراک کنم، خوشبختانه این آرزوی من امروز عملی گردید و من همچون قهرمان اساسی در این برنامه اشتراک کردم. سلامت باشید. واقعا همون باوری کامل داریم که افتخاری ارزنده هستید و میدونید امروز اساساً اطراف همون المپیاده های صحبت میکنیم که شما در آن یعنی در آنها اشتراک کرده سزاوار جایهای نمونوی گشتید. خب پیش از اونی که به موضوع اساسی گذاریم اول از شما پرسیدنیم از چند سالگی به خواندن و نوشتن شروع کردید؟ من وقتی که 5 سال داشتم در مکتب باغچه میخوندم، در مکتب باغچه رقم 90 میخوندم و من در همین سن و سال من به خواندن نوشتن شروع کردم. بهترین. خب برای چی دیگر فن‌های مثلا خب فیزیک، شیمی یگان فنی مثلا دقیق‌تر و میل کردید به ادبیات مثلا زبان و ادبیات و اینفرماتیکا؟ زیرا که من در همین فن‌ها خود میل و رغبت دارم و استعدادهای من در همین فن‌های نامبر شده دیده میشه. شما رو در این سمت کسی مثلا مجبور کرد یا اینکه خودتون مثلا این رو انتخاب کردید؟ در عائله ما پدرم میگوید که کسی به کدام فنی که خواهد، کسی کدام کسبی رو خواهد انتخاب کردن، حقوق انتخاب کردن رو دارد و این اختیار خودی من بود که من این فنا رو انتخاب کردم. سرویناز از اون کودکیش خیلی دختری کنجکاو بود، خیلی فعال بود. هنوز وقتی که به باغچه میرفت الکی در همونجا هم بسیار شعرها از یاد میدونست. به رقص هم میل داشت. از اون کودکش هم در مکتب هم رقص میکرد. این هم تکواندو هم مشق کردگی هست. بسیار ذهنی تیز دارد. مثلا شعر در یک لحظه از یاد میکند. مثلا بسیار عذاب نمیکشد وقتی شعر از یاد کردن یا وقتی خواندن. همیشه خوب دارد. هنوز در سن 5 سالگیش و الکی خواندن و نوشتن میتوانست به حضور. شما تنها در المپیاده ها از فن زبان ادبیات و اینفرماتیکا اشتراک کردید، درست است؟ خب اولین المپیاده که مثلا شما در آن اشتراک کردید کدام المپیاده بود؟ المپیاده سطح جمهوریوی بود یا اینکه بین المللی؟ اولی المپیاده که من در آن اشتراک کرده بودم سطح بین المللی بود. این 12ام المپیاده بین المللی با فن‌های اساسی در فن‌های اساسی برگزار می‌گردیدند میباشد. من در این فن از فن زبان روسی اشتراک کردم و از 75 خال دسترس شده من 60 بال رو انتخاب کردم. خب وقتی که از 75 خال 60 خال رو گرفتید سزاوار جای چندم میشوید؟ دوم. سزاوار جای دوم. آفرین. خب باید خاطر رسان نماییم که این المپیاده فاصله‌ای بود. همینطور نه؟ خب سرویناز شما گفتم میتونید که با این المپیاده چگونه راه یافتید؟ مثلا المپیاده هایی که خب در آنها خود اشتراکچیان مثلا به همون کشور سفر میکنند راه یافتن دیگر است و خب در المپیاده فاصله‌ای دیگر. خب کمی در این باره قصه میکنید. اول وقتی که ما رو در مکتب یک بار میسنجند و این دور اول آن در خود مؤسسه صورت میگیرد و وقتی که آموزگاران میبینند که دانش خواننده کافی است آنها رو به سطح بین المللی روانه میکنند. ما نامنویس میکنیم. وقتی که ما از دور اول میگذاریم ما رو نامنویس میکنند و ما اونها طریق اینترنت میسپاریم. خب اولین همین المپیاده‌ای که مثلا شما در اون اشتراک کردید و سزاوار جای دوم گشتید خب همون مسئله و مثال‌هایش مثلا در یادتون هست یا نه؟ راستی نه، زیرا اون وقت من خیلی خرد بودم ولی همینش در یادم است که سوالات دشوار بودن و در نظر اول اون سوالات دشوار می‌آمدند ولی وقتی که آنها رو ما با دقت می‌خوانیم گویا که جواب در خود سوال پنهان است. اولین بار در
олимпиада бо забони русӣ иштирок кардан барои шумо мушкиле намеовард? аввал мушкилӣ меовард, вале вақте ки омӯзгорон дар назди мо буданд, онҳо моро дастгирӣ мекарданд ва онҳо ҳамеша бо мо буданд. ва вақте ки мо дар аввалин олимпиадам гузаштам, эътимоду эътиқоди омӯзгорон нисбат ба ман зиёдтар мегардад. онҳо баъд аз дарсҳо бо ман бисёртар кор мекарданд, мехостанд ки ман дар олимпиадаҳои дигар, дар олимпиадае ки солҳои оянда ва ё соли ҷорӣ баргузор мегарданд, дар онҳо низ ҷо гирам. Мирвайз Писарвиноз духтари бо тамкин, орон табиат, яъне ки бо тарбия ва фаъол мебошад, чунки Сарвиноз аз синфи поёнӣ таҳсилро дар худи ҳамин литсей шурӯъ кардааст. бисёр завқу шавқ нисбат ба корҳои ҷамъиятӣ низ дорад. яъне сазовори номи хонандаи литсей барои хонандагони болоёқат мебошад. ҳамун мисолҳое ки дар олимпиадаи фосилавӣ ба шумо пешниҳод шуда буд, дар ёд доред? рости гап он вақт ман хеле хурд будам ва саволҳо дар ёдам нестанд, вале ҳаминаш дар ёдам аст ки саволҳо бениҳоят душвор буданд, зеро ки ман дар синфи тоҷикӣ мехондам ва саволҳое ки дар он ҷо пешниҳод шуда буд ба сатҳи дониши мо рост намеомад, зеро онҳо саволҳо бисёр душворфаҳм буданд. вале вақте ки мо онҳоро бо диққат мехондем, ҷавобро аз худи савол пайдо мекард. баъде ки масъалаҳоро ҳал кардед, хуб чӣ гуна фаҳмидед ки сазовори ҷои дуюм гаштаед? вақте ки олимпиадаро мо ба пуррагӣ месупорем, ҷавоби он автоматикӣ пайдо мешавад ки мо чанд балл гирифтаем, вале ҷои худро намедонистем ки кадом ҷойро ишғол кардаем. ва дар ҳамон сайти барномаамон медаромадем ва баъд аз чанд рӯз дар он ҷо ҷавобҳо мебаромаданд ва ҷои худро медидем. дипломҳо асосан вақте ки чоп мешуданд, онҳоро ба муассиса равона мекарданд ва дар он ҷо дар ҷамъомадҳои пагоҳирӯзӣ директор, ҷонишинҳои директор ва дигар шахсони масъул онҳоро ба мо месупориданд. вақте ки ҳар як олимпиада мерафт, ягон вақт бедастовард бар намегашт, ҳам вақт бо дастовард бо ҷойҳои намоён бармегашт. албатта ман ҳамчун модар беҳад шод мешудам, беҳад хурсандам ки мисол духтари ман бисёр кӯшиш дорад дар ҳаёт, дар зиндагӣ ҳама вақт кӯшиш мекунад ки ба зинаҳои болотар барояд. вақте ки дар олимпиадаи нахустин иштирок кардед ва сазовори ҷои дуюм гаштед, ҳиссиёти шумо чӣ гуна буд? боз хоҳишатон пайдо мешуд ки масалан дар дигар олимпиадаҳо иштирок кунед? бале зеро вақте ки дар ин сину сол ҷой мегирӣ ва боз дар сатҳи байналмилалӣ инсон хеле хурсанд мешавад. ин хурсандӣ на танҳо ба ман буд, ба муассиса, ба падару модарам ва ҳамаи онҳо хурсанд буданд. ман мехостам ки ҳамин хурсандии онҳоро дучанд гардонам, мехостам ки дар дигар олимпиада низ ба онҳо ҷо биёрам. вале вақте ки ман дар як олимпиадаи дигар иштирок карда будам, ман ба худ боварӣ сахт доштам, вале мутаассифона дар он ҷо ҷой нагирифтам. анакунун дар бораи ҳамин олимпиада каме қисса мекунем. ин олимпиада ҳам фосилавӣ баргузор буд? ин олимпиада низ фосилавӣ буд, аз фани информатика буд. дар он ҷо саволҳо нисбат ба саволҳое ки ман дар олимпиадаи қаблӣ супорда будам душвортар буданд ва зина ба зина саволҳо душвор шудан мегирифтанд ва ман нисбат ба дигарон бале камтар гирифтам ва ҷой нагирифтам, ҷои намоёнро ишғол накардам. хуб баъд аз оне ки ҷои намоёнро ишғол накардед, масалан сазовори ҷой нашудед, хуб худро чӣ гуна ҳис кардед? масалан бисёриҳо вақте ки дар олимпиадаҳо ҷо намегиранд, шояд дилшикаста мешаванд, шояд дигар кӯшиш намекунанд. шумо чӣ? ҳамин ҳолат дар шумо дида мешуд ё на? бале аввал ман мехостам ки дигар дар олимпиада иштирок намекунам, зеро фикр кардам ки ман ҳамаи ҷидду ҷаҳде ки ман барои ин олимпиада карда будам вале ҷой нагирифтам, ин аввал маро роҳафтода кард. вале омӯзгорон омада, омӯзгорон, падару модарам маро насиҳат карданд ки инсон бояд роҳафтода нашавад. вақте ки ин ҷой намегирӣ, ин як дарс аст. бояд мо кӯшиш кунем ки дар олимпиадаи қаблӣ ва дар дигар озмунҳо ҷо гирем, барои хотире ки вақте ки як бор ҷой намегирӣ, ин як дарси ибрат мешавад ба инсон ва кӯшишу хондани он дар инсон зиёдтар мегардад. хуб барои он нафароне ки сазовори ҷой намешаванд дар олимпиадаҳо, ифтихорнома ё ягон мукофотонида мешаванд ё на? бале барои баланд бардоштани ҳисси хонандагон дар ин ҷода ба онҳо сертификат дода мешавад барои иштирок ва барои масалан чанд балли гирифтаадро дар он ҷо менависанд ва вақте ки ҳарчанд ки ҷой намегирӣ, ин сертификатро мегирӣ, ба ҳар ҳол инсон хурсанд мешавад.
بله باز کوشش میکند که در دیگر المپیادها جا گیرد. بله. سریناز شاید بسیاری ها ندونند ولی شما امروز اعضای خردی اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان هستید، همین طور نه؟ خب کمی درباره با این مثلا اکادمی وارد شدن، مثلا چگونه راه یافتن کمی قصه میکنیم. وقتی که ما در سیسی اکادمی خرد علم ها اشتراک کرده بودیم، در آنجا با ما از طرف مؤسسه موضوع داده می شود و ما باید در مدت 6 ماه دایر به این موضوع کار کنیم. اولین مرتبه وقتی که من کار خرد علمی گرفته بودم در بخش زبان و ادبیات تاجیک و ژورنالیستیک می باشد. در این بخش من موضوع انتخاب کرده من سرود ملی معرفگر ملت می باشد. برای رفشانی انداختن به همین مسئله من با اتفاق نویسندگان رفتم، با گلنظر کلدی وا خورده بودم و وقتی که من اولین مرتبه اشتراک کردم جای سوم را گرفتم و با ما وقتی که انسان در همین گونه سیاسی جا میگیرد با همین موضوع رو باید تا سال آینده ادامه دهد و جنبه پورتر کند، جنبه های گوناگونی موضوع را آموزد. من سال آینده این موضوع ادامه دادم و در آن نوگانی‌ها وارد کردم. موضوع امنیت ملی در سرود ملی. وقتی که سال دوم اشتراک میکنی با خواننده امکانیت از دو بخش گرفتن کار علمی اجازه داده می شود. سال آیندهش من از بخش گیوگرافی و توریسم اشتراک کردم. موضوع من موضوع تاریخی و سیاحی ناحیه کوهستان مسجد می باشد. من که خود زاده کوهستان مسجد می باشم، میخواستم که دایر به زادگاه خود، دایر به موضوع تاریخی، موضوع سیاحی آن یک کار علمی، هرچند که کار خرد علمی باشد ولی موضوعهای گوناگون و جالبتر را در اینجا وارد کنم. من کار خرد علمی خود را حمایت نمودم و ما سوالها دادن و سوالها را ما باید تیز جواب میدادیم. وقتی که من این موضوع خود را حمایت کرده توانستم و ما خود همان روز ما 8 ساعت در همان اکادمی انتظار بودیم و وقتی که جوابهایش را گفتن و من گفتن که عضو وابسته شدم. یعنی شما را همچون عضوی اکادمی خرد علم قبول کردن. بله و با ما شهادتنامه در باره که مثلا حقیقتا ما عضو وابسته اکادمی خرد علم می باشیم دادن. خیلی خوشحالم که طی چندین سال است با سرویناز همکاری داریم، کار میکنیم و مصلحت‌ها میپرسد و این سال در موضوع سیاحی کوهستان، موضوعهای سیاحی کوهستان مسجد گویم یک کاری خردی علمی گرفت و با پیوسته با کوشش و تلاش‌هایش توانست که یک کاری خوب، یک کاری همچنین یک خواننده مکتب گویم تمام یافته را پیشنهاد ریاست اکادمی علم جمهوری تاجیکستان کرد و ریاست به خلاصی آمدن که او را همچون عضو وابسته خردی اکادمی علم جمهوری تاجیکستان بپذیرند. در برابر مثلا عضو اکادمی خرد علم ها شدن، شما باز خود همون سال یعنی در صنف هشتمی در المپیادای دیگری فاصله‌ای اشتراک کردید، یعنی با نام ایرودیت، همین خیلی نیست؟ خب این المپیادا چگونه برگزار گشت و شما کوشش میکرد که مثلا وقتی که از یک المپیادای فاصله‌ای به دیگر المپیادای فاصله‌ای سفربر میشوید یا اینکه مثلا دفعه دیگر کوشش میکنید که اشتراک کنید، خب از این المپیادا تا اون المپیادا خب در سواد خود بهبودی رو میبینید یا نه؟ بله، المپیادا که من اشتراک کرده بودم ایرودیت نام داشت از فن انفرماتیکا و چطور که شما قید کردین من در ایرودیت که سال گذشته بود من در آنجا جای نگرفتم. وقتی که من جای نگرفتم من میخواستم که این را پورتر کنم، سواد خود را پورتر کنم، کامل کنم و در المپیاد آینده من جای گرفتن میخواستم و در المپیاد دیگر ایرودیت نام داشت از فن انفرماتیکا. ما آن را همچون دیگر المپیاد فاصله‌ای طریق اینترنت سپرده بودیم. وقتی که ما سپردیم در همونجا خودی همان روز جوابش را با ما گفتن و در آنجا من جای سوم را گرفتم. خب سزاوار جای سوم شدن برای شما مدال دسترس نمی‌شود یا اینکه تنها افتخارنامه سرتیفیکات؟ سبب که فاصله‌ای است با ما تنها دیپلم میدادن و خودی مؤسسه با ما امتیازهای دیگر رو، مثلا وقتی که ما در یگان المپیاد بین‌المللی جا می‌گرفتیم مؤسسه ما رو هوسمند می‌گرداند. یک چیز برای ما نفهم است، کی تحلیل می‌کند از کدام مثلا دولت جواب‌ها می‌آیند؟ همین ایرودیت مسئولان اساسیش کی است؟ مسئولان اساسی این المپیاد فاصله‌ای دولت روسیه می باشد، فدراسیون روسیه می باشد.
ҷавобҳо вақте ки мо онҳоро месупорем бале моро мегӯянд ва ҷавобҳоро онҳо худ аз рӯи зина ба зина ҷобаҷо мекунанд ва дар сайти худ мепартоянд. дар ҳамон ҷо мо вақте ки ҷои худро мебинем ба мо ҳамон нусхаи ифтихорнома сертификат ё дипломи моро электронӣ равон мекунанд ва муассиса онро нақш карда ба мо месупоранд. خب میدونید در بسیار المپیادهای بین المللی مثلا 10 نفر یا اینکه 5 نفر سزاوار جای یکم میشوند. خب المپیادهای فاصلوی هم همین گونه است، مثلا سزاوار 5-6 نفر سزاوار جای یکم میشوند یا نه؟ میتوانند اگر بالها با یک بالها اگر همشون در یک زینه باشند، یعنی آنها بالهای یخچاله را گرفته باشند، 2 نفر 3 نفر و زیاده آدمان در یک زینه، یعنی زینه یکم، در زینه یکم سرفراز گردانده میتوانند. آفرین. بغیر از شما در این المپیاد هم که سزاوار جای سوم شدید، یگون نفر دیگه سزاوار جای سوم شده بود یا نه؟ از مؤسسه ما و خصوصا از صنف ما بسیار نفرها بودن اشتراک کرده بودند و آنها در فنهای مختلف اشتراک کرده بودند و آنها نیز سزاوار جایها گردیده بود. بعد از سزاوار جای سوم گشتن در این المپیاد شما کوشش کردید که در آزمون جمهوریوی انشای بهترین اشتراک کنید، اینطور نه؟ خب اصلا موضوعی که برای شما در این آزمون پیشنهاد شد کدام موضوع بود و با کدام خطاگی‌ها راه دادید که مثلا سزاوار جای سوم شدید؟ آزمون مذکور که شما گفتید انشای بهترین در سطح جمهوری برگزار گردید، ما با ما موضوع پیشنهاد می‌گردیدن، ما یکی آنها رو انتخاب کرده دایر به همون موضوع ما باید انشا می‌نویسیم. انشا ما باید نه کمتر از 2 ورق می بود و غیر از انشا ما باید در اونجا پاشای شعری نیست باید می‌نویسیم. موضوعی که به من پیشنهاد کرده شده بود اهمیت آب بود، یعنی آب منبع حیات. من دایر به این موضوع گفته های بزرگان و عموما نارسایی آب نوشاکی را نوشته بودم و در آنجا بعد از 1 هفته جواب را گفته بودند. آزمون مذکور در شهر خوجند برگزار کرده بود. از مؤسسه شما یگان نفر دیگر بغیر از شما اشتراک کرده بود در این آزمون؟ تنها شما؟ بعد آن که من در آنجا جا گرفتم مسئولان مؤسسه تصمیم گرفتن که ما را همچون مخبر نورس مؤسسه ما را پیشنهاد کنند و من تا حال در آنجا همچون مخبر کار میکنم و در نشریه مخصوص که تنها در مؤسسه ما میبراید، یعنی نشریه مؤسسه ما و در آنجا مواد پیشنهاد میکنم و در آنجا همچون یکی از کارگران همین نشریه فعالیت میکنم. سرویناز، ما خبر یافتیم که شما با آموختن زبان هندی هم میل دارید، درست است؟ درست. خب کسی شما رو مجبور کرد یا اینکه مستقلانه خودتون کوشش کردید؟ اپای من که زبان خطایی را می‌آموزد، پدرم نیز داننده زبان انگلیسی، روسی و خطایی میباشند. شما کوشش کردید که هندوگی را یاد گیرید؟ بله، من می‌خواستم زبان انتخاب کنم که در خانواده ما هیچ کس نداند. در خانه ما هر یکی ما زبان‌های مختلف را می‌آموزیم و به من زبان هندی معقول بود، زیرا که من فیلم‌های هندی را تماشا می‌کردم و وقتی سرودهای دلنواز آنها را گوش میکنم میخواستم که معنی آنها را دانم و برای همین من یک جا با پدرم مرا برده در سفارت هندوستان که در شهر دوشنبه جایگیر است مونده و من سال دوم باشد که در آنجا زبان هندی را می‌آموزم. 2 سال میشود که شما مختص شدید. خب حالا آزاد صحبت کردن میتوانید یا نه؟ صحبت کردن، خوندن، نوشتن آزاد میتوانم. میتوانید کمی با زبان هندی گپ زنید؟ البته. नमस्ते सब लोग, मेरा नाम सरविनोज है। मैं भारत की राजदूतावास जिसकी दुशांबे नगर में स्थित है हिंदी भाषा सीख रही हूँ। ये भाषा मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये भाषा मनोरंजक और दुश्वार है, मुश्किल फहम है. انا اکنون میتوانید کمی ترجمه کنید؟ با همه سلام، من سروینوز است. من در سفارت هندوستان که در شهر دوشنبه جایگیر است زبان هندی را می‌آموزم. این زبان بسیار جالب است ولی کمی مشکل است. خب احسن، اینجا باوری داریم که تماشاگران هم باور کردن در اصل که شما زبان هندی رو میدونید. اکنون وقتی که فیلم های هندی رو تماشا میکنید معنیش رو میفهمید با فکرم؟ بله، در خود سفارتخانه ما بعد از 2 هفته روزهای پنجشنبه تماشای فیلم های هندی میشود بدون ترجمه. ما آنها رو تماشا میکنیم و بعد از درس‌ها آنها رو باز نقل میکنیم با آموزگاران. المپیادهای بعدی که شما در اون اشتراک کردید این هم فاصله‌ای بود، همینطور نه؟ سال گذشته دایر گردیده بود. من در از فن زبان روسی در آنجا اشتراک کردم. سوالات اساساً
بسیاری سوال‌ها اساساً از ادبیات روس بود. سوال‌ها دایر به همان کلاسیکان روس، دایر با نویسندگان و شاعران عصر گذشته، یعنی عصرهای نو آمده بود. سوال‌ها که کمی قیم بودن، آموزگاران در نزد ما بودن و چیزایی که ما نمی‌فهمیدیم آموزگاران با ما می‌فهموندن. همینطور می شود که مثلا وقتی که شما در نزد کامپیوتر نشسته سوال ها رو اجرا میکنید آموزگاران به شما کمک رسونند؟ از سبب که ما در صنف تاجیکی تحصیل میکنم سوال هایی که کمی قینند معلمه با ما اونها رو جوابش را نمیگویند، تنها معنی داد میکنن و ما باید جواب آن رو خودمون بیابیم. یعنی این سوال ها به شما کمی دشوارتر اومدند همینطور نه، ولی به هر حال شما سزاوار جای دوم گشتید. خب این دفعه چگونه شد؟ مثلا وقتی که سال گذشته سزاوار جای سوم گشته بودید، این سال سزاوار جای دوم و کوشش میکردید که باز جای یکم را سزاوار گردید؟ سال جاری این المپیاد باز دوم میگردد. من سال اول جای سوم، سال بعدی جای دوم و این سال تصمیم گرفتم که جای یکم را گیرم. یعنی حالا اشتراک نکردید؟ نه، بعد از یک چند ماه پس دوم میگردد. ما پیوسته میخونم زیرا میخوام که در این آزمون جای یکم را گیرم. خدا خواهد این آرزوش عملی می شود و در نتیجه کوشش و تلاش ها و زیاد خواندن البته شما سزاوار جای یکم می گردید. شما در برابر اشتراک کردن در المپیاد و اینچنین کار علمی هم می نویسید، درست است؟ کار علمی که شما سال گذشته در سطح شهری نوشته بودید کدام موضوع رو در بر می گرفت؟ در دور شهری موضوع من مسجد بود، از گیوگرافی بود و من باز درباره مسجد کار علمی گرفته بودم. این دفعه من تنها درباره همون مکان‌های جالب، مکان‌های نادر آنجا من سخن کردم و من که به آنجا پیوسته هر تابستان میروم من نوارهای بسیار داشتم و وقتی که من با آنها این نوارها را نشان دادم، نوارهایی که سیاحان به این منطقه سیاحی بسیار میآیند، آنها با من سوال جواب کردند و بعد از یک روز با ما جواب ها را گفتن. در این کار علمی هم جای بود، مثلا جای یکم، جای دوم، جای سوم؟ بله، دیپلم درجه 2 را من گرفتم. کمی درباره جایهای تاریخی مسجد قصه کرده میتوانید؟ البته زیرا آنجا زادگاهی من است. در مسجد کوهی است که در آن عکس بیبی مریم یعنی ماریا مادر عیسی حکاکی کرده شده است. این رسم که در کوه هست اولین مرتبه اوله رسامان دیده بودند. آنها به همان مسجد برای دمگیری می روند و وقتی که آنها در همان نزدیکی کوه نشسته استراحت میکنند، در نظر یکی از آنها این گونه یک تصویر نمودار میگردد و آنها می روند برای جستن همین چیز جالب. رفته از شخصانی پیر، شخصانی روزگار دیده این منطقه پرسان می شوند و آنها حقیقتا درباره همین کوه آنها الکی می دانستند و باز در آنجا یک سنگ هست که حجم آن اونقدر کلان است ولی بسیار وزمین است، رنگ سیاه دارد. این سنگ را از روی گفته آدمان، از روی گفته روایت ها برمیاد که سنگ را تنها پهلوانان برداشته می توانند و آن بسیار موسی پهلوان که یکی از قهرمان‌های نامدار این منطقه به شمار می رود، با این گویا هر سحر تمرین میکرده است با اون سنگ وزمین. احسن، یعنی این گونه قصه ها خیلی زیاده. آفرین به شما. شما این زمان گفتید که من بسیار نوارهای زیاد دارم، از نوارهایی که خودتون ثبت کردید یا اینکه دیگر نفر ثبت کرده است؟ خودم ثبت میکنم، خودم اونها رو ثبت میکنم و تنظیم مشروعیت خودم میکنم. خب الان کمی درباره خب تنظیم سخن میرونیم. شاید بسیاری ها ندونند ولی شما امسال در جمهوری مردمی چین یعنی خیتای خب در آزمون تنظیم ویدیو اشتراک کرده سزاوار مدال طلا گشتید. همینطور نه؟ خب چی سبب شد که با این آزمون شما سفر برگردید؟ من که از اول در مؤسسه نیز وقتی که یگان آزمون ها میشد ما آنها رو صحنه‌چه های خود رو طریق الکترونی یعنی آنها رو نوار گرفته تنظیم میکردیم و با ژوری یعنی با حکمان پیشنهاد میکردیم و پیوسته نوارهای گرفته ما جای یکم رو میگرفتن و پدرم خواستن که مرا وقتی که پدرم آگاهی یافتن از این آزمون مرا خواستن که به این المپیاد سفربر کنن. این المپیاد این همچون آزمون بود، یک کمربند یک راه سال گذشته در شهر پکین برگزار گردید
و سال جاری باشد در شهر نانینگ مضافات گوانسی جمهوری مردم چین برگزار گردید. در آنجا از جمهوری تاجیکستان ما 3 نفر بودیم و غیر از این با ما علمان اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان بودند که یکی از آنها پروانه جمشید و مدینه اصل بکوه می باشد. هفته گذشته در جمهوری مردمی چین در یکی از آزمون‌های بین‌المللی اشتراک ورزیده در نمودی یعنی که برنامه‌سازی ویدیورولик میگیم ویدیورولик در موضوع طبیعت خطای یعنی که یک رولик یک فیته نمایشی کوتاه ساخته با پیشکشی اعضای حکمان گرداند که در بین دیگر کشورها جای اول را سزاوار گردید با مدال طلا و جام مسابقه سرفراز گردانده شد. این آزمون چگونه برگزار گردید؟ خب شرط‌هایش چگونه بود؟ ما با نورسان زیاد وقتی صحبت میکنیم درباره المپیادهای مثلا اسفندهای گوناگون، ولی شاید شرط‌های این آزمون از دیگر المپیادها فرق کننده باشد. بله. در اینجا یک چند بخش بود، یعنی ساختن سامالوت‌ها و خیمیای رنگین، تنظیمی ویدیو و بسیار بخش‌های مختلف داشت و من که خود تنظیم ویدیو رو از عهده تنظیم ویدیو به خوبی می‌برآمدم، من این بخش رو انتخاب کردم. در آنجا ما رو اول 2 روز به یک کورس می‌بردند به یک مکتب نانینگ. در آنجا با ما سراول طرز درست تنظیم کردن ویدیو، طرز درست گرفتن عکس و نوارهای با صفت با ما 2 روز کورسی کوتاه مدت خواندیم و بعد از آن با هر یک دولت موضوع پیشنهاد شده بود. موضوع من این طبیعت نانینگ بود. من خود مکتب که خود بسیار کلان بود، در آنجا مرغابی ها بودند، در آنجا پرنده ها بودند و جاهای تاریخی، بسیار جاهای تاریخی محض در مکتب جایگیر بود و خود همان مکتب یک آثارخانه خود را داشت. من آنها را عکس گرفتم، نوار گرفتم و آنها را تنظیم نمودم. بعد از یک هفته این تنظیم برگزاری این آزمون، جواب ها را گفتن که تاجیکستان یعنی من جای یکم را گرفتم، تایلند جای دوم و مالایزیا جای سوم را سزاوار گردید. وقتی که سریناز در این المپیاد اشتراک کرده سزاوار جای اول شد، با ما طریق اینترنتی خبر داد که ما در جان ما اشتراک کردیم، جای اول را گرفتم. گفت باور به حد شاد شدم، از شادی اشک چشمانم ریخت. ما همراهی پدرش رو پیشوازگیری رفتیم در فرودگاه. وقتی که رو بعد همین جایزه به دست آوردنش به حد خوشحال بود، به حد خرسند بود. ما هم خیلی خوشحال بودیم، خرسند بودیم. شما از چند سالگی به دست همین تجهیزات نوارگیری گرفتید و سر کامپیوتر نشسته خب با تنظیم ویدیو مثلا مشغول شدید؟ وقتی که من در سنین 7 میخوندم، پدرم و برادرم که خود تنظیمگر خوبی ویدیو میباشند با من یاد دادن که چطور درست تنظیم باید کرد و من همین صورت‌های اولویه‌مان رو و یا یگان چیزی رو می‌خواستم که برای سیقل دادن مهارت خود من بسیار چیزها رو تنظیم می‌کردم، چیزایی که در کار بودن نبودن. من تنها می‌خواستم که مهارت خود رو سیقل دهم و سال به سال، ماه به ماه این مهارت در من خوبتر سیقل می‌یافت. خب یعنی همین طور شما در این آزمون اشتراک کرده به وطن مدال طلا را آوردید. احسن. خب سریناز بیاد اکنون کمی از همین محیط خب المپیاد آزمون درس بیرون میبریم. شما راضی هستید؟ بله. بغیر از اونی که شما تحصیل میکنید، خب باز تنظیم ویدیو میکنید، خب وقت میوبید که در کارهای خانه به مادرتون کمک رسانید؟ بله، وقتی که ما از درس میویم بعد انجام کارهای خانه، مادرم که دوزنده هستند و ما با آنها به هر یک دخترانشان هنرهای مختلف را یاد دادن و ما با مادرم در این یاری میرسانیم. یعنی شما گفتنید که از عهده دوزندگی هم میبرید؟ بله. خب کارت‌هایی که به بر میکنید اصلا مادرتون میدوزن یا خودتون؟ من که نو یاد گرفته ایستادم، جایی که من میتونم من میدوزم و جایی که نمیتونم مادرم با من یاری میرسه. باز بیشتر به چی شوق دارید شما؟ من در جدای موسیقی نیز بسیار شوق دارم. برادرم که خود یک آوازخوان است در شهر خوجند، وقتی که او خواندن او را من میدیدم با من معقول میشد. با من نواختن اسباب‌های کلاویشی خصوصا پیانینو معقول است و من میخواستم که
بعد آن که در همین خواندنم کمتر کارهایم آسانتر گردد میخواستم که با مکتب موسیقی در یگان اسباب موسیقی نواخته میتوانید یا نه؟ بله پیانینو. پیانینو از کی یاد گرفتید؟ خودآموز هستم. خودآموز. میشود اسباب‌های موسیقی رو خودآموز نواخته؟ بله من طریق اینترنت در اومده طرز نواختن اسباب‌های موسیقی رو یاد میگرفتم. همچنین وقتی که ما در مکتب درس سرود و موسیقی رو میگذاشتیم آموزگار ما بسیار شخص خوبند. اونا قریب از عهده نواختن تمام اسباب‌های موسیقی میبرند و آموزگارم برای نواختن چنین اسباب‌های موسیقی ما را آموزانده. آفرین. خب به هر حال خود آموز دیگر است و زیر دستی مثلا استاد کار کردن آموختن باز دیگر است. همینطوره شما هم اگر شوق و ذوق داشته باشید کوشش میکنید که مثلا در آینده استاد داشته باشید و حتما در این جاده هم موفق خواهید شد. خب سرویناز در آینده چی نقشه ها دارید؟ چی نیت ها دارید؟ باز چی کار کردنید؟ در آینده غیر از داخل شدن به این مکتب موسیقی میخواستم که همراه مادرم و اپا و خواهرانم یک مغازه چیزهای خودساخت را کشایم و سبب که سال 2019-2021 سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی باشد میخواستم که یک مغازه را کشایم که در آن تمام چیزهای ملی و خصوصا که سیاحان به تاجیکستان وارد میشوند از همان چیزها به خود یادآوری برند به دولت خود. من آرزو دارم که همه وقت همین خیلی پیش صف باشد، به دانشگاه ها داخل شود، به جای میخواستگیش آرزوهایش عملی شوند، پرچم تاجیکستان را در عرصه بین المللی بلند بردارد. باوری کامل دارم که سرویناز در آینده به قله‌های بلند میرسد. به او همچون یک راهبر برار و در کارهای ایجادیش گشایش خواهانم. سرویناز ما به شما در جاده انتخاب نموده تون برار میخواهیم و باوری کامل داریم که در آینده یکی از جوانان فعال کشورمون میگردید و به خلق و وطن خویش صادقانه خدمت خواهید کرد. سلامت باشید. خب بینندگان گرامی در حقیقت سرویناز افتخاری ارزنده بودند و ما نیز کوشش میکنیم که در برنامه‌های من بعد درباره دیگر نورسانی با استعداد برایتان معلومات پیشنهاد کنیم. خیر تا برنامه آینده.